خیلی خوب، خیلی خوب. سلامت باشین. دست شما در. فارسی هم بگو یک کمی. سلام دوستان، ما امروز تو دانشکده پرستاری و مامایی هستیم. اینجا دانشگاه پرستاری مامایی تو دانشگاه علوم پزشکی تهران است. اینو یکی که بهترین دانشگاه های ایران است و خودم امروز اینجا فارغ التحصیل میشم ان شاء الله و من خیلی خوشبختم، خیلی خوشحالم که امروز اینجا فارغ التحصیل میشم و بهترین دانشگاه من خوندم اینجا و هر کسی میخواد اینجا ادامه بدهد، اینجا بخونی، اگر کارشناسی باشد، فوق لیسانس باشد، دکترا باشد، هر چیزی بخواد بخونه اینجا هست. همین رشته ها هست تو، مخصوصا تو دانشگاه علوم پزشکی تهران. 2 سال در ایران چجور بود؟ 2 سال تو ایران خیلی خوش گذشت. واقعا اینجا یه چیزی خیلی خوبیه، این غذای ایرانی خیلی خوشمزه، مخصوصا دیزی و من زرش پلو با مرغ خیلی خوردیم و یه غذای دیگه من خیلی خوشم میاد، فلافل با قارچ و پنیر. این غذاها باید دوغی ابعلی هم با هم باشد چون واقعا دوغی ابعلی خیلی خوشمزه. کجاهای ایران رو رفتین؟ من والا همینجا رفتم، شمال، جنوب و کردستان، مشهد، کیش و وسط ایران، هر جای دیگه من رفتم، خیلی جا رفتم، خیلی خوشحال شدم که اینجا همین جاهای ایران دیدم و واقعا خیلی انرژی مثبت به مردم میداد. زبان فارسی هم که یاد گرفتی؟ آره، زبان فارسیش کم کم یاد گرفتم، حالا یکم بهتر شدم، خاطر این خوشحالم. خب به هر دانشجویی که تو دنیا هست، هر جای دنیا، اگر میخواد فارسی یاد بگیره چه بهش میگی؟ میگم اگر میخوای فارسی یاد بگیری بیا ایران، اینم مرکز زبان فارسیه، اینجا جای خیلی خوبه برای یاد گرفتن زبان فارسی. این دانشجوهایی که تو بین الملل میان خیلی آسون میتونن زبان فارسی یاد بگیرن و یاد گرفتن. حالا تو خوابگاه بیشتر دانشجوها بلدن، میتونن صحبت کنن فارسی، خیلی خوب صحبت میکنن واقعا. خیلی خوب. سلامت باشین، زنده باشین، شاد باشین.